سلام دوستای گلم، میخوام براتون آموزش اولیه اصول بافتنی رو بذارم. من خودم خیلی حرفه‌ای نیستم، ولی تا اونجایی که بلدم براتون سعی میکنم آموزش های اصولیشو بذارم. اصول یعنی بافتنی رو. برای بافتن 2 میل احتیاج به 2 میل و کلاف داریم. معمولا برای انتخاب کلاف و میلمون باید به این نکته توجه کنیم که روی کانوا معمولا توی این قسمت میزنه که برای بافت این کانوامون به میل شماره 3 تا 4 نیاز داریم، یعنی مناسب این کانواست. پس شما میتونید از میل شماره 3، 3.5، 4 استفاده کنید و همچنین برای بافت یه بولیز سایز 38 مثلا به 450 گرم از این کانوا نیاز دارید. من میل شماره 4 رو انتخاب کردم چون معمولا دوست دارم که بافتنیم شل باشه، نه اینکه خیلی سفت باشه، چون هرچی میلتون بزرگتر باشه سایزش بافتنی شلتر، و هرچی میلتون سایزش کوچیکتر باشه بافتنیتون سفت‌تر میشه. ما برای ابتدای کار نیاز داریم که دونه انداختن رو یاد بگیریم، یا سر انداختن به قول معروف. خب آموزش اینجا شروع میشه که ما چقدر نخ نیاز داریم برای تعداد دونه هایی که میخوایم سر بندازیم، که در آخر یه عالم نخ اضافه نیاریم و یه گوله همیشه آویزون بافتنیمون باشه. بنابراین به عنوان مثال شما میخوایم 20 تا دونه سر بندازیم. حدود 10 تا 20 سانت از اول نختون رو آزاد رها میکنید. بعد از اون قسمت، یعنی به این شکل، میذارین روی 2 میل. به تعداد دونه هایی که میخواین سر بندازین نخ و دور 2 تا میلتون میپیچین. ما میخوایم مثلا 20 تا دونه سر بندازیم، 20 بار اینو میپیچیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. همین قد نخ ما نیاز داریم. دستمون رو به عنوان نشونه این قسمت نخ میذاریم که یادمون نره چقدر نخ میخوایم. بعد نخ رو از دور میل باز میکنیم. برای سر انداختن قسمت آزاد نخو، یعنی اون طرف که بازه رو روی انگشت سبابه میندازیم و قسمتی رو که وصل به کلافمون روی انگشت شستمون میندازیم. به این حالت دو طرف نخمون رو با انگشتامون نگه میداریم که یه مثلث ایجاد بشه به این شکل. من یه سر دوربینم بیارم بالا. بعد شما باید نخ در ابتدا نخ وسط رو میگیریم. بعد که دیگه نخ رو گرفتیم دیگه نیازی نیست. حالا نشونتون میدم. یه بار داخل این مثلث میشه میل، بعد میاد نخ سمت چپ رو میگیره، بعد میاد سمت راست رو میگیره. به چه شکلی؟ اینجوری. اول وارد این مثلث میشیم، نخ وسط رو میگیریم، میایم پایین، از پایین این نخ سمت چپی وارد این دایره میشیم، میایم بیرون. بعد میلمون رو میبریم سمت راست، یعنی باید بریم نخ سمت راستمون رو که اینجاست بگیریم. یعنی میایم اینجا
اینو از این دایره میاریم بیرون تا اینجا. خب یه بار سمت چپ رو رفتیم، یه بار سمت راست رو رفتیم. حالا از بین این دوتا نخ که اینجا تشکیل شده میلمون رو از وسط اینا میاریم بیرون. خب این شکلی. بعد دوتا دست، دوتا انگشتامون رو از تو این دایره ها میکشیم بیرون و آروم اینجا نخو میکشیم با دوتا دستمون. یه ذرم اینو عقب، میلمون رو عقب جلو میکنیم تا این یکم سفت بشه. دوباره یه بار میبریم سمت چپ میایم بیرون، یه بار از زیر سمت راست میایم بیرون، در نهایت از بالا سمت چپ میایم بیرون و دوتا نخمون رو ول میکنیم، از پایین میکشیم تا صفر شه. چپ راست چپ، چپ راست چپ. نمیدونم حالا معلوم میشه یا نه. چپ بعد راست اینجا، بعد از این وسط میایم بیرون میکشیم دونه هامون سفت و یک اندازه بشه. یک دو سه. یه ذره باید دستتون رو بچرخونید که راحت تر باشه. یک دو سه، یک دو سه، یک دو سه، یک دو سه. وقتی که سر انداختین باید این دونه هایی که اینجا میفته یه شکل باشه، یعنی یه ردیف باشه، چون کارتون قشنگتر میشه در نهایت. در آخر سر که پایین کار قرار میگیره کار قشنگ میشه. وقتی که بشمارید دونهاتون رو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا دونه سر انداختم. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 تا 20 تا رو میرید. در نهایت یه گره کوچولو اینجا میزنید، یه گره کوچولو میزنید و تموم شد. و یکی از میل هاتون رو از تو این دونه ها میکشید بیرون. این دونه هایی که ما سر انداختیم. البته من 20 دونه رو سر انداختم هنوز و یه مقدار نخم اضافه اومده. حالا برید سر بندازید ببینیم چیکار میکنید. چوس.